الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تو یک سوال دارم. بله گوش میکنم. استاد همین فضیلتی مقاله برادر رجالی یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و آله همین فضیلت داره که در وقت حیات خواندن معلوم شد. برای مقصد همین است که پیغمبر صلی الله علیه و آله اشهد ان لا اله الا الله و ان برداشت تنگی را معطل دیگه مقصد به همین خاطر همین فضیلت مقصد چی فضیلت داره؟ نفهمیدم. شما درباره اشاره سبابه دارید سوال میکنید؟ بله بله استاد همین فضیلت مقصد دیگه در همین حالت پیغمبر صلی الله علیه و آله ابوش برداشت تنگی را معطل همین اون اساس داره استاد. بله ما در پاسخ با این سوال هستیم. دیگر سوالی دارید شما؟ نه استاد دیگر سوال ندارم. سلامت باشید. و جواب دیگر اونها در اخیر بر من دادن که اشاره سبابه شما ببینید تقریبا درباره این روایت های زیادی داریم. تقریبا در 15 سند روایت ها در این باره هستند درباره اشاره سبابه. البته اونی که در اون تحریک الاصابع هست اون روایت رو منکر گفتن احمد ابن حنبل و دیگران و اون قابل عمل نیست. و البته اون چی که دیدگاه ما هست مذهب ما موقع را گرفتگی است در این سنت است، ثواب و اجر پاداش دارد، در نزد نفی میبردارند، در حالت اثبات میمونند، اشهد ان لا اله دمیمونند الا الله دمیمونند و این سنت است و کسی این را انکار کردن و حق هم ندارد. و البته گفتیم که اون روایتی که در اون تحریک اصبع هست یعنی اون حالت حرکت اون در یک سند ثابت است که اون را منکر خواندن و اون قابل عمل نیست. و همین دیدگاه مذهبی امام همین است که در حالتی اشهد ان لا اله الا بردارند الا الله ده بگذارند و این سنت است از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است و این در همه کتاب‌های حدیث البته نوشته شده است. نزد بعضی ها مثلا از ابتدای اتحیات میبردارند تا آخر شب، اما در مذهب امام اعظم ابو حنیفه چیزی که فقهای محترم و مجتهدا مقصد ثابت کردن همین است که میگه که در وقت نفی میبرداریش در وقت اثبات بو میمونیش. نفی یعنی که همون اشهد الله همون لا نفی ای لا نیست، گواهی میتونم که نیست الله، گواهی میتونم که نیست خدایه، هیچ معبود نیست، همین حالت میبرداری. چرا؟ زیرا که تو با زبانت میگوی که هیچ خدایی نیست اما با انگوش میگوی که مگر الله هست. مقصد این اشاره که اما الله یگانه هست اما در وقت الا الله دیگه احتیاج به این نمیمونه. با زبانت گفته استی که مگر الله، هیچ معبود نیست، هیچ خدایی نیست مگر الله. همین خاطر همین مگر الله که گفتی الا الله همین را میفروری دیگه حجت به برداشتن معنی کردنش نیست. درباره بلند کردن انگشت احادیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم فراوان است، ولی طریقی که چگونه بلند بکنیم نظریات مختلف وجود داره. مهم است که انگشت بلند بکنیم و او تعبیرایی که یک تعداد به زور بر خود سخت میگیره او تعبیرها صحیح نیست. دو طریقه در بلند کردن انگشت دقیق تر میاد ان شاء الله نسبت به طریقه های دیگهش. یکی که دستک گذاشتی جمع بکنی، اشهد و جمع کن، اشهد الله اله الا الله، ایتو بیخی پایین هم نکن، اشهد الله اله الا الله. این بهترین طریقه است. بعض علمای دیگه میگه که در نماز کل امی اساسات وجودت به طرف قبله باید برابر باشه، از جمله سرای انگشتا و ناخن و این چیزا. بنان با مجرد که گفتی اشهد الله اله الا الله دیگه دست باز کن تا که پس اما انگشتا به طرف قبله باشه. هر یکی زیر دو کردی انشالله مشکلی نیست و درست است. جزاکم الله خیرا. عبدالغفور از فاریاب پرسیدن طریق احسن اشاره سبابه چگونه است؟
آیا استمرار به رفع تا آخر نماز و یا وضع و استمرار به وضع مدلل جواب فرمایید. مخاطبان ما میگویند که پاسخ را کوتاه دهید و پرسنده میگوید که مستدل به دلیل جواب دهید. من نمیدانم حرف کی را در نظر گیرم، مگر تلفیقی را انتخاب میکنم که حق کسی تلف نگردد. اول، اشاره سبابه بر هر آن طریقی که در حدیث آمده، 4 حدیث دقیقاً هر کدامش صحیح است، هیچ قیدی و تنگی نیست. خلاص اشاره سبابه انگامی که ما در قعده نشستیم، دست ما را سر زانو ماندیم، از اولش تا آخر امی تو استاد میگیره، از اول تا آخر امی رقم میگیره، هیچ اشکالی نداره. یعنی خلاصه هر آنچه که در حدیث آمده اشکالی نیست و به کل طرقها صحیحه. بر کیفیتی که حدیث بیان کرده ما رد نمی کنیم. یک. دوم، مولانا این حق عامه مردم شد، حق عامه مردم که اشاره سبابه به هر طریقی که در حدیث آمده صحیح شد. خلاص یعنی اشاره میکنیم به همین سیستم تا آخر میگیریم، هیچ گپی نیست، مشکلی نیست. دوم مسئله آنچه که شما در اخیر مدلل اشاره کرده اید، من در طی 2.5 دهه تحقیق علمیم تا این دم هیچ حدیث صحیح به جنجال در نیافتم که هنگامی که گفتیم اشهد ان لا اله، در لا اله انگشت ما را بلند کنیم، در الا الله پس بر زانو بنهیم، امین روش را در نصوص در نیافتم. در منابع فقهی درگرد دیده می شود و گاهی هم میگویند که چون از رسول الله ثابت است مگر ثبوتش را در نیافتم. یکی از متخصصان حدیث گفتند امین که فقهای بزرگ گفتند که چنین هست، ما حسن گمان داریم که در حدیث دیده اند، اگرچند که ما حدیث را ندیده ایم، مگر مرا همه بزرگان ببخشند. اشاره سبابه ثبوتش هم اندکی برداشتایی هست، مگر به اتفاق 4 مجتهد امت اسلامی. این از سنن نماز است، اگرچند امام ربانی رحمت الله علیه نمیپذیرد و یک تخصص علمی خاصه خودش است، دیگران عمل نکرده اند، مگر در ارتباط به این که در لا اله بلند کنیم و در الا الله بمانیم. من از خدای خود می ترسم، از رسول گرامی در قیامت حیایم می آید، در این باب سکون دل ندارم. آره فقها و متخصصان ما منابع فقهی همه اجازه داده اند که در لا اله بلند و در الا الله ماندن. منم با آنها حسن گمان دارم که قصدن دروغ نمیگویند. این که از کجا گرفته اند تا این دم من نمیدانم. از این رو به جنجال همیست که از آغازی که شما در تحیات نشستید همچنین تا آخر به همین سیستم منحنیگونه تا آخر بوده باشید، هیچ تشویشی نیست و به کل طرقها صحیحه گفتم. خب به هر صورت با آن هم علما و بزرگایی که صدا را میشنوند اگر حدیثی در نفی و اثبات داشتن در صفحه های مجازی با ما شریک کنند، من دقیقاً از این آدرس پیامشان را به مخاطبان میرسانم.